میوانه که من هیا برس سیپان عزیز اندام پارلمان عراقی جه پیرمام ادگل مده عند گل میوانه خو زدتر و دانستان دنه که برس سیپان دم باش اش پیرمام ادگل ما ام دم باش کاک محمد ام جوید است ببکن الگوری داخویانیه که جمال کوچر اندام بجین کمیته دارایی الپارلمان عراقی اف 12.67 او کو پشکه هرما کردستانه هاتی تخمین کردن ب 16 تریلیون دیناران زیادتر یعنی 16 تریلیون و 600 زیادتری 600 میلیارد ببره اوه سرچه اساسه کی سرچه بنیاده کی هاتی تخمین کردن ولی بناو خود مازن دلوان کاگ محمد تربکی موازنه نو یا سال 2023 و 4 و 5 کوهات پارلمان عراق دا حسب او رکفتنا کو کردید بین هر دو طرف حکومت هرما کردستان و حکومت فدرالی پیش که هرما کردستان ب 12.67 هاتیه دست نشان کردن بله مبلغ و پاره و که آماجه به هاتیه کردند بیتا 16.6 تریلیون دینار یعنی 16 تریلیون و 600 میلیارد دینار بو ساله که لزمن خرجیات و برهنان و خرجیات تشغیلی موازنه فدرالی اف رقم چوهاتی تداری هر وکی مزانی موازنه عراق یه اف ساله 199 تریلیون دیناره کوی موازنه خرجیات موازنه دا و که هاتی دیاری کردن نزیکی 34 لصده و خرجیات با خرجیات سیادی و حاکمت چن که بر تخصیصات موازنه اقلیم و موازنات دیکه او حسا یه خرجیات حاکمیت دست نشان کردن که واتا خرجیات حاکمین نزیکی 67.7 تقریبا تریلیون دینار لکوی خرجیات 2023 موازنه دا باقی کدمینی تا 66 لصده دیگه ایرادات نفقات حکومت سال 2023 دا هنگی 12.67 لصده و که حس هرما کردستان یا هاتی دست نشان کردن و کتا اماش بکری خرجین سیادی اتناف پروژه آسای دا نهاد بونه بحث کردن خرجین سیادی بین هاتین ادانان تخمینی چنده؟ خرجیات سیادی تقریبی دوروبر 67 تریلیون دینار اکتبی که نزدیکی 34 لصده کوی خرجیات حکومت عراق دارد 99 برگیت هاتی دست نشان کردن و که خرجیات سیادی و حاکمه اول وان نفقات کل موازنه عراقی هل گیرند بری که با تخصیصات دیگه نفقات دست نشان میکن باشه ام بین اثر برگه کادی اوا کو ایکش برگادا بحثیوی ایکی هاتی کرن کو هرما کردستانه بدویه 400,000 برمیل روزانه را دستی حکومت ناوندی عراقی بکردن تمام ترکا سومو دا کو کمتر نبیتن 400,000 اگر هاتو اف برکو حکومت هرما کردستانه برکا سومو اگر که تکنیکی بیتن یا اگر که دی بیتن کمتر شوی برش کمتر 400,000 را دستی حکومت عراق بکرد و دمی دا بودجه دش بر بودجه تا برین یا چه میکانیزم مملت گل هاتیه کرن کاگ محمد یا موازنه دهات دست نشان کردن روزانه عراق 3.5 میلیون برمیل نفت ده هنارده کرد کلوه مبلغ الوه برده برای 400,000 برمیل روزانه دلائن حریمی کردستان و بید پیش همی تشتکی از ویرون که ما اوه را دست کردن نفته نیه بلکه اوه اتفاق که سیاسیه بین هر دو طرفات یک کرنه که بله بهاو بشی ده تقریبا تنها چاودیری لپروسا هنارده کرنه دل حکومت فدرالی به را دست کردن او کوی ایرادات و نفتا حریم کردستان فروشتی بچیتت بن دسالات فدرالی دا و مصلاحیت صرف کرنوی دا نبی بله زور رو نیهات یا اشاره پی کردن که حریم کردستان روزانه ده 400,000 برمیل فروشی دهات ویش ده چیتت حساب بکده او حساب راست و خو دل بن دسالات جناب سرک وزیران حریم کردستان دا بن
کواتا غیر جناب سرک وزیرانه یان کسی که جناب سرک وزیرانه راد سپیرید هیچ کسی که دی صلاحیت خرج کردن و برا پاره نیه بنده او تاو و معنای ناینیت رادس کردن نفته موضوع که جناب تا بسیار لیکرده لسر اگر هاتو کمتر بو خراسته یا هاتی دست نشان کردن ریجه که روزانه که کمتر نبیتن ل 400,000 برمیل روزانه اف موضوع حالت آسایی داره چونکه خوی حتی العراق که 3.1 میلیون برمیل نفت روزانه ده و حالت آسایی هاتی ورگرتن معدله روزه که رنگ برک کمتر بیتن روزه که رنگ زیده تر بیتن آردن بس گرینگ اواد خلال یک سال دا تکرار ببیته 400,000 برمیل اگر هاتو کشه اکا تکنیکی یا کشه اکا لا ارادی یا غیر دا صلاة حرم و عراقیش بهیتا پیش دا حتما اف باردو خجده هیتا پیش چاف گرتن چونکه حسه حرم کردستان لسلوه بران نفته نواتی تا دست نشان کردن یه کلانه حرمی و تیتا فروشنه بلکه لسر جماره دانشتوانه وکی 12.67 صادقاتی دست نشان کردن باش چند سال در بازبوی جیدا ام بحثی پارنا کن سال بری بدا ما دو بجین حکومت هر ما کردن دو که شیل مازن هبون پروژه اسا بوجدا ایکلوان دم نویسینا پروژه اسا دا حاضر کرنا دا دو دنگدان سر پروژه اسا دا ما کو خواندنا که خواندنا دوی بوتا تکرن گلکتش جوان دهات نگورین هین چند گشبینن بجین نونرین کرد البغدا چند گشبینن اوا کود پروژه اسا دا هاتی آماجا بکرن کو از برجمندی هر ما کردن دا بید وک خوب تجربه جکرن یعنی هم پیش بینید کن افلی هفکرنا کو نزیک بودنا برای حکومت هرم کردستان و حکومت فدرالی سر پترول و شاندنا پترول به هف بشی باندورک آنکو کاریگری که ارینید سر جبهه کرنا پروژه آسایب کتن وکی خوب از و باوردانی ما کل پارلمان عراق ده مزایدت سیاسی گنوی حدی که کاریگریه که زور یانا نرینی لسحسه هرم کردستان ده هبید هکاره و گجبینی منیش یال هنده ده که لأف خل پارلمان یه جوازه لخلت چویب تایبت اگر نمونه ب 2018 بینینه و دو برد بهز یه شیعید ناف پارلمان ده هبون برای اصلاح هبو برای بینا هبو که هر یک اف برادر تازل چارچه و هماهنگینه لطرفه که بونو برای که دی تیار صدری بو و حتی لعنت کردیش سفد دو لعنانه دابش ببون به هندل ناف پارلمان ده یک دنگیه که کامل نبود بین تو پیکات سرکیت پارلمان عراق دا زور جواند بین خدا مزایدت کردنو یعنی رکابری که سیاسی ناف پارلمان داد کرد بله الوهله اوا که جواز چندین خلط رابردو پارلمان عراق دا او برای هر قوات الپارلمان برای هاپیمانی ادارهدان دولته او که زوربی لعنت بکینانت حکومت هم لکردا دا هم لسنیا دا و همیش لشیعا دا یدوه بره دا بریارش اوه که هر پروژه آسایه که گیرینگ بچیتت پارلمان دا لادارهدان دولت رکفتن ثبت کرنه و هر حزب کش پابنده به آراسته کردن پارلمانتارت خود ناف پارلمان دا بجه کرنه و رکفتنه یا کلانت سیاسیت بجدار باید حکومت وحاتیه کرنه برس سیپان عزیز اندام کمیته آبوری و برنانه پیرمام سپاس کتل گل بابوی